خب امروز اومدیم لب تیچینی با یه صحنه عجیبی روبرو شدیم. تمام این خونه های اطراف انقدر بارون اومده دیروز و پیروز که تمام این خونه های اطراف همه رفتن زیر آب. یک چیز عجیبیه. من تا به حال چندین سال 4-5 سال اینجا هستم، تا به حال همچین چیزی ندیده بودم. واقعا خونه ها، یعنی اونجا رو نگاه کنید، افراد دارن با قایق، یعنی طوری شده که آب رفته توی خیابون و آدم ها رو با قایق جا به جا میکنن. یه چیز عجیبی شده. اصلا من تا به حال همچین چیزی ندیده بودم. خیلی وحشتناک شده. اصلا یه چیز عجیبیه. ببینید دارن با قایق افراد جابجا میکنن. این اولین بار من همچی چیزی توی پاویا میبینم بعد از این همه سال که اینجا زندگی کردم. حداقل 4-5 سالی که من بودم. خیلی خیلی عجیبه. و اون بر تمام درخت‌ها، اصلا تمام درخت‌های که لب در کنایه رودخونه بودن همه رفتن زیر آب. این فاصله بین اون بالای پل تا پایین پل 10 متر بود تقریبا. الان خیلی خیلی ارتفاع کم شده نسبت به اون جایی که ماشینا میرفتن و اون جایی که در اون کف رودخونه خیلی فاصله زیاد شده. خیلی فاصله کم شده. خیلی چیز عجیبیه. خیلی جالبه. تمام درخت‌ها رفتن زیر آب. مثلا اینجا ما این پایین می اومدیم پیاده میرفتیم. اون چراغ‌ها رو می‌بینید، چراغ‌های در واقع چراغ‌هایی هستن که نور مینداختن اون جایی که شما می‌خواستید پیاده بری، ولی الان مثلا همه‌شون رفتن زیر آب. فاجعه است، یا نمیدونم بگم فاجعه است یا بگم خوشبختیه. واقعا یه چیز عجیبیه. خیلی ممنون. روزتون خوش. خداحافظ.